و از خدای مهربان دعاگو هستیم که با این نامی که بسیار نام زیبا و خوب گذاشته است احمد جان ما را لایق و سزاوار بگرداند. این فرزند شود که همیشه برای این خاندان، برای این اولاد همیشه یک عزت باشه، یک عزت بیارد، خیر بیارد. از فرزندای بسیار بسیار نیکی باشد، یعنی فرزندی خداشناس شود، فرزندی خدا ترس شود. و از الله مهربان دعاگو هستیم که اگر برادر ما حاجی باز هم اگر در انتظار باز فرزندم باشد، خداوند میمبدم با فرزندای خوب و فرزندای نیک نصیبش گرداند. برادران عزیز و خیلی گرامی، منم یک دیدم که بسیار الحمدلله استادا محفل ما را بسیار زینت بخشیدن، الله خیرشون کرد. بسیار سخنهای زیبا هم گفتند، بسیار سخنهای نیک گفتند. گویم بسیار شب خوبه برای ما و شما هست. من یک حدیثی را برادران عزیز و گرامی که جناب بزار و جناب حیثمی و جناب منذری و جناب بیهقی و همشون جمع این حدیث از نام عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میارن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود است که ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم. ان الله یؤتی الدنیا من یحب و من لا یحب و یؤتی الدین الی من یحب فمن اعطاه الله الدین فقط احبه. برادران عزیز و گرامی، پیش از آنی که این حدیث من برای شما معنا کنم، الله رحمت کنه جناب شیخ سعدی را اینجا نام بسیار گرفتن. میگه جامعه کعبه را که میبوسند اون از کرم پیله نامی شد. شما میبینید که برای جامعه کعبه چقدر تلاش شدیم. هر سال جامعه کعبه را علیش میکنند، گفت پاره میکنند، برای به هر دست هم اون نمیرسند. هر یک نفرهایی که شاید خیلی معروفیت دارن برای اونها تبرکن از او جامعه خانه کعبه یک قسمت که میرسه. میگد میدونی که اون به خاطر همو در اونجا خیلی رشته ها و پیله های بسیار با قیمت استفاده میشه. میگه آبروی او پرده، آبروی او جامعه میگه از حسابی متریالش نیست، از حسابی رشتهش نیست. جامعه کعبه را که میبوسند اون از کرم پیله نامی شد. با عزیز نشست روز چند، لاجرم همچون او گرامی شد. او را قیمتش میگه به خاطر که با کعبه که هم نشین بود، او را آبروش از حساب خانه کعبه میگه. برادران عزیز، امروز این عزت، این آبرو، این منزلت، این ثوابی را که شما هم گرفتید، الله مهربان برکت برادر ما حاجی را که خیلی همت کردن و حضور این علمایی که در اینجا برای ما و شما نامشون گرفتن، ما امروز این ثوابها را از همین جهت یافتیم. از این لحاظ الله را تشکر میکنیم و بسیار سپاس میگیم که خدای مهربان همین محفل هایی که برای ما عزت میارن، برای ما آبرو میارن، برای ما اجر میارن، برای ما ثواب میارن، خدای مهربان در این جامعه ما و شما، در این دیار ما و شما این گونه همنشینی را زیاد بگرداند. دیگر اینکه حضرت علی یک سخن زیبا داره برادر، میگفت لا یزال الدین و دنیا قائمین مادام اربعه اشیاء.
تا اگر 4 نفر از عهده کارای خودشون نبرویند، دین و دنیاتون هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. نه دنیاتون پیش میرود نه دینتون. اگر همین 4 آدم از عهده 4 همین کردارای خودشون نبرویند، یکی از اونها کیه؟ مادام الاغنیا لا یبخلون بما خوولو. میگه یکی از سببهای خوب شدن دنیاتون و دینتون وابسته به آدمای بایاتونه، ثروتمنداتونه. اگر مردکای ثروتمندتون، پولدارهاتون پولاشون اگر در راه درست صرف کنن، اگر در خدمت دینشون بگذارن، دینتون و دنیاتون همیشه آباد میمونه. الله برکت یا برادرایی را که امروز حقیقتا اینا بین، پیامبر میگه بهترین عمل دادن طعام. ما در بهترین عمل نشستگیم. خدای مهربان برادرایی که از ما هستند، من همیشه در راست چندین برادرایی که مال دارن دیدم سیا گمانای نیک دارن، زیرا میبینم سهم گذاری میکنن، خدمت میکنن، صدقه میکنن، مسکین ها و بیچاره را دستاشون میگیرن. الله مهربان خیرشون تید که یعنی اینها هم یکی از سبب‌های بین تقویت دین، پیشرفت دین هم مبلغ گذاری اینها هست. همش من از نام شیخ سعدی گفتنیم که حضرت میگفت پریشان کن امروز ای گنجی نجوست، ای مردکی که امروز الله این مبلغ در دست تو داده. چیشون میگه؟ نصیحتشون میکنن، میگه پریشان کن امروز ای گنجی نجوست که فردا کلیدش نه در دستی توست. بینه بر کفی دست هرچی هست که فردا بدندان گزی پشتی دست. حضرت میگه امروز کلید در دست های، امروز بگیم که کنترل پول در دست های بکو. میگه بکو که مقصد ساعت میه که این کلید در دست دیگران میزنه. بعد او وقت دیگر از مال تو اون میروه جنتو، لیکن تو آدم مالدار به مالت میره در عذاب الله. الله رحمت چون کنه که برای ما چقدر عادی میکنن، ساده میکنن، میفهمونن که تو که ما این چیزها را احساس کنیم. میویم به سر سخن حضرت عبدالله برادران. حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت عبدالله ابن مسعود اینجا استاد شدگن، داملو بسیار استادا شدگن، همشون که ما از کتاب‌های ایشون استفاده میبریم. همگان میدونن که پایه یکی از ستون‌های مذهب خودمان حضرت عبدالله ابن مسعود است. اکثرا بگیم تمام استدلال‌هایی که هست، تمام حجت‌هایی را که مذهب خودمان میارد، بیشترش از جناب عبدالله ابن مسعود است. حضرت عبدالله ابن مسعود برادران عزیز، همین داستان اسلام آوردنش یک عجیب داستانی است. اصلا این جناب عبدالله ابن مسعود از بس که همین گویم پادبان بود، به نام پادبان در مکه مشهور بود و گوسفندای کرمی چران، گوسفندایی که از بدبختی که در جنگ بدر کشته شد، عقبه ابن ابی معیط که در جنگ بدر این انسان کشته شد. وقتی همین عقبه ابن ابی معیط هم برادرای عزیز، ما در سوره فرقان آیت‌های 27 28 29 سبب نزول همین را نسبت میتن به همین عقبه ابن ابی معیط مشرک. میدونین یک عجیب چیزی هست برادرها، برای شنیدم بسیار مهم است که در ذهنم آمد برای شما گویم. آیت داریم در سوره فرقان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم یعز الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لم يتخذ فلانا خلیلا لم اتخذ فلانا خلیلا ولقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وكان الشیطان للانسان خذولا.
صدق الله العظیم. برادران عزیز میدونین این آیت از بسیار حسرت خوردن انامین بدبختی عقبه ابن ابی معیط. الله میگه که این عقبه ابن ابی معیط میگه ولی در روز قیامت میگه چی است؟ یعز این ظالم، این ظالمش میگه الله مهربان میگزد، میگه پشت دستش، ولی اگه کارا که ما و شما اگر بود نشوه یا که اگر نکنیم بعد پشت دست هم میگزیم، ای یک حسرت میخوریم. میگه همین عقبه در روز قیامت پشت دست میگزد. برای چی؟ ولی در تفسیرها از اون جمله تفسیر گلشاهی را دیدم، چند تفسیرها را دیدم، میگه همین بدبختی عقبه توی میکنه، در تویش میگه همه را دعوت میکنه. از آن جمله میگه